سلام بچه‌ها، من احسانم و اومدیم با یه کتاب، اولین کتاب از اولین کانتنتمون، کتاب محاکمه. بذارش کنم. کتاب محاکمه نوشته فرانس کافکا و ترجمه امیر جلال الدین اعلم. و قراره یه مقدمه ریزی ازش بگم. یه بنده خدای به اسم جوزف که اینجا نوشته. حالا که نمیدونیم چیه، یعنی چی نمیدونم. یه کارمند بانکه که یه شب میفهمه که بدون هیچ جرمی بازداشت شده و متهمه و فکر میکنه که با اثبات بیگناهی ساده. بخونی ببینید چطوریه. فصل اولش بازداشت. گفتگو با خانم گورباش، سپس با دوشیزه بورست نر. حتما کسی به جوزف تهمت زده بود، چون بیان که خطایی ازش سر زده باشد یک روز صبح بازداشت شده بود. آشپز صاحب خانه‌اش که همیشه ساعت 8 صبحانه‌اش را می‌آورد این بار پیدا نشد. همچون چیزی پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود. جوزف کمی دیگر صبر کرد و در این هنگام خانم پیر خانه روبروی را تماشا می‌کرد که انگار با یک جور کنجکاوی که از او هم دور می‌نمود به جوزف خیره مانده بود. آن وقت دلخور و گرسنه زنگ زد. یکباره تقی به در خورد و مردی که جوزف هرگز در خانه‌اش ندیده بود آمد تو. او باریکندام و ورزیده بود. رخت سیاه چسبانی تنش بود که به همه جور تاوچین و سگک و تکمه و یک کمربند مجهز بود، مانند رخت جهانگردها، و از این رو بسیار به درد خور می نمود. هرچند آدم نمی توانست درست بگوید که واقعا به چه درد می خورد. جوزف در رخت خوابش نیمخیز شد و پرسید شما که هستید؟ اما مرد محلی به سؤال نگذاشت. انگار هیبت ظاهرش توضیح لازم ندارد و تنها گفت شما زنگ زدید. جوزف گفت آنا بنا صبحانه‌ام را بیاور. و بعد خاموش و دقیق یارو را برانداز می‌کرد و می‌کوشید سر در بیاورد که او کیست. مرد دیرگاهی تن به وارسیش نداد، بلکه به طرف در رو گرداند و لایش را باز کرد تا به کسی که از قرار پشتش ایستاده بود گزارش بدهد. میگوید آنا بناست، صبحانه‌اش را بیاور. قهقهه کوتاهی از اتاق بغلی در جواب آمد و جوری صدا کرد که پنداری چند نفر با هم خندیده بودند. اگرچه ممکن نبود که بیگانه از خنده به چیزی پی برده باشد که پیش از این نمی‌دانست. حالا طوری که انگار خبری را گزارش می‌کند به جوزف گفت نمی‌شود. جوزف فریاد زد که عجب حرفی و از رخت خواب بیرون پرید و تندی شلوارش را پا کرد. باید ببینم تو اتاق بغلی کیا هستند و خانم گورباش برای همچون رفتاری چه توضیح دارد به من بدهد. با این همه فوراً به فکرش آمد که نمیبایست این را بلند میگفت و با این کارش به نحوی حق بیگانه را بر پاییدن خودش تصدیق میکرد. اما اجالتا این به نظرش مهم نمینمود. ولیکن بیگانه حرفش را به چنین معنایی گرفت چون پرسید بهتر نیست همینجا بمانید؟ نه اینجا میمانم نمیگذارم تا خودتان را معرفی نکرده اید با هم حرف بزنید. بیگانه گفت منظور بدی نداشتم و سپس به دلخواه خودش در را باز کرد. در اتاق بغلی که جوزف آهسته تر از آن چه قصد داشت تویش رفت، همه چیز در نظر اول تقریبا مانند شب پیش می نمود. اتاق نشیمن خانم گورباش بود. شاید میان همه اساس، قالی‌ها، چینی‌ها و عکس‌هایی که اتاق را پر کرده بود، یک ذره جای بیشتر از معمول. با این همه آدم اول متوجهش نمی‌شد
به خصوص که تغییر عمده حضور مردی بود که دم پنجره باز نشسته بود و کتاب می‌خواند و حالا نگاه از کتاب برداشت. این قسمتی از اول کتاب. تا شب‌های دیگر.